نظامی میگوید همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوینده زین قیاس خجیل. چون که ایران دل زمین باشد، دل زی تنبیه بود یقین باشد. ایران هم ایران آن روز که ما جزی آن بودیم، نه اینکه ایران جمهوری اسلامی امروزه. یعنی ایران همون ایرانی بود که ما جزی از اون ایران بودیم. برای همین مسئله ترک ساختن بزرگان ما یکی از داغ‌ترین مسئله هاست و من فکر میکنم که در این باره هم دانشمندان ما بیاندیشن، هم مسئولین کشور ما بیاندازن که چی باید بکنن. چون که این چیز امروز شروع نشده بوده، ولی با این همه یک تمایل بسیار سنگین امروز بسیار با سرعت داره جلو میره. اینها فرهنگ و تمدن بزرگ ما را میخوان تقسیم کنن، میخوان بگیرن از ما و به دیگران صاحب تمدن کنن. مسئله بسیار سنگین است و امروز یک چیزی بسیار احمقانه دیگر دارد انتشار می‌یابد که نسبت دادن بزرگان و تاریخ متمدن یک زمان به چند قومی که در این منطقه امروز آمدن جای گرفتن. مثلا همین فردریک استر که اخیراً کتاب چاپ کرده و بعضی تاجیکان نه چندان به نظر من آگاه در ترجمه آن تلاش کردن، حالان که هزاران کتاب‌های هست که باید ترجمه شد ترجمه نشده. مثلا کتاب ریچارد فالت درباره تاجیک‌ها در تاجیکستان انتشار نشده یا به روسی ترجمه نشده. اون کتابایی که به سود ماست ترجمه نشده، ولی این کتاب ترجمه کردن. خب این به کار خودشان و وجدان خودشان. ولی نکته مهم اینه که فرض کردیم پیشنهاد میشد هم در این کتاب هم در کتاب‌های دیگر که فرهنگ و تمدن تاجیکان که یک زمان در این سرزمین تاجیکان بودند و بعد اقوام دیگر آمدند مال مشترک اعلام شود. حالا چی میگویید؟ مثلا اینا فرهنگ آسیای میانه. خب درست فرهنگ آسیای میانه، ولی این آسیای میانه صاحب داره. در آسیای میانه هم اقوام ترک زندگی میکنن، هم اقوام ایرانی زندگی میکنن و ما باید احترام گذاریم به هر چی که هست. نه اینکه مثلا ما بشینیم هر چی ما داریم به از ما بگیرن و ما خاموشانه بشینیم. حتی سلاله بسیار معروفی سامانی را ازبک اعلام کنند از سوی شمس‌الدین کمال‌الدین افرین و اصطلاح مورخان وارونه ساز تاریخ و ما باید خاموشی گزینیم، نباید این کار اجازه دهیم. من فکر میکنم که ما با چنگ و دندان باید به فرهنگ و تمدن و تاریخ خود از این دفاع کنیم و بیداریم و بگوییم که واقعیت های بگویند. و من فکر میکنم که ما باید تعداد زیادی از علمای واقعی را در این راه سفربر کنیم که امروز اجازه ندیدن که تاریخ را وارونه نشان دهند، اجازه ندیدن که هر چی هست مال خود بگویند. در موردی بزرگان مثل بوعلی سینا در باب الهیات کتاب شفا و طور آشکار خودش از ترکا جدا میکنه و میگوید که در نسبت ما ترکا در فلان اقلیم زندگی میکنن و این اقلیم بسیار سرد است و در باره اون که ترکا و حبشیه اینها از بس میگوید که اقلیمی سرد و اقلیمی گرم امکانیت نمیدید خیلی گرم باشد، عقلشان روش کند، اونا غلام هستند در اون روزگار ابن سینا. یا مثلا ابو نصر فارابی، پدری ابو نصر فارابی کارمندی دیوانی یا وزارتخانه های سامانیان بود. خب ابو نصر فارابی در شهری به دنیا آمد که شهر سامانیان بود. ابو نصر فارابی به چندین روایت اشاره به فرهنگ و تمدن ایرانی دارد و اشعاری هم به زبان فارسی نوشته است. رباعی های از نام ابو نصر فارابی هست به زبان فارسی. ما هیچ دلیلی نداریم که از اون رد کنیم. این نماینده فرهنگ زمان سامانیان بود. در مسئله بوعلی سینا که خوب گفتم همه این بزرگا
ثابت میشد وقتی آثارشان خوانی. خب بوعلی سینا تلاش میکرد که دانشواژه ها را سره کند و از بجای دانشواژه های عربی دانشواژه های ایرانی فارسی انتخاب کند، یعنی ترمینولوژی. خب این کار برای وطنش و برای زبان خودش کرد. برای ما باید در این باره خوب بیاندیشیم که چی باید کنیم که از این رفتارهای ناشایسته جلوگیری کنیم. و ما هیچ نیازی نیست که یگان نفر بزرگی که کدام کشوری را یا دیگر ملت را مال خود کنیم. ما آنچه داریم ما نیاز نداریم و آنچه داریم اون را باید دفاع کنیم. خود سامان 1000 سال دولت نداشتیم. این گپی بسیار احمقانه است. همه دولت‌های آسیای میانه دولت تاجیکان بود. یعنی چی؟ مثلا ولادیمیر منامخ یونانی بود ولی وی شاه روس بود. یک کاترین دوم یعنی یکترین افترای این 100% آلمانی بود ولی وی پادشاه روس بود. وقتی یک پادشاه مثلا از قوم دیگر است معنای آن ندارد که دولت ما نداشتیم. احکام ها به کدام زبان نوشته میشد؟ به زبان فارسی. دیوان به کدام زبان کار فعالیت داشت؟ به زبان فارسی. وزرا کی بودن؟ تاجیکا بودن. خب بعد چگونه ما دولت نداشتیم؟ این دولت ما بود. حداقل مثلا هیچ شکی در این باره نیست. حداقل تا دوره‌های آخر که شاید برادرای ازبک هم بعد از قرن 15 به ما پیوستند، شاید هم بگوییم ما دولتی مشترک داشتیم. اما دولت نداشتیم این نشانه بیخیردی کسی است که این حرف میگوید. چگونه ما دولت نداشتیم؟ ما همیشه دولت داشتیم. ما از زمان هخامنشیان که امپراتوری نخستین جهان را ساختند، از در زمان کوروش کبیر ما صاحب دولت بودیم تا امروز. ما خورد شدیم، پاره پاره شدیم ولی هنوز دولت داریم و امروز هم خدای شکر که همین تاجیکستان را داریم. آنچه به زبان فارسی در آسیای مرکزی و در خراسان بزرگ و در ایران زمین آفریده شده است مال مشترک همه فارسی زبان است و هیچ شکی در این نیست. ببینید در ابتدا وقتی که ما میگوییم دولت تاجیکان، فرض کردیم زمان هخامنشیان یا زمان ساسانیان، به خاطر آن که ما جزئی از اون دولت بودیم. اقوام پریشان ایران میخواستن این امپراتوری ها مستحکم کنن، یک پارچه کنن. البته کشورهای غیر ایرانی هم وارد امپراتوری ها بودن، خصوصا امپراتوری بزرگی که کوروش کبیر یعنی احداث کرد، ساخت. این امپراتوری بسیار بزرگ بود ولی اینجوری نیست که ما مثلا دولت نداشته باشیم و صاحب دولت نبوده باشیم. اینجوری نیست. ما همیشه صاحب دولت بودیم و برای آن روزگار دولت پر اقتدار هم داشتیم و مایه افتخار ما هست. دولت امپراتوری هخامنشیان، ساسانیان و بعد از اسلام هرچی که تا امروز هست ما باید با اون بنازیم و افتخار کنیم و حفظش کنیم.